روز 22 مارت در بالای پل وستمینستر در نزدیکی پارلمان بریتانیا ماشین چند رهگذر را پخش کرد و سپس راننده آن به پلیس پاسبان پارلمان با کارت حمله کرده است. با شمول این پلیس در مجموع 4 نفر هلاک شدند و نزدیک 40 تن دیگر جراحت برداشتند. شخصی حمله‌گر نیز کشته شده است. عکاسی خبرنگاری رویتر در دقایق اول حادثه دست کم 10 نفری آغشته در خون را مشاهده کرده است. حمله‌گری که وارد صحنه پارلمان شده و به پلیس با کارت در افتاد از تیر تفنگ پلیسی دیگر کشته شده است. در این باره دیوید لیدینگتون رئیس پارلمان بریتانیا خبر داد در روز اول حادثه در داخل پارلمان و اطراف آن نیروهای زیادی پلیس جمع آمدند. هنگام شروع تیرپرانی محافظان نخست وزیر بریتانیا ترزا می را سوار ماشین یگوار کرده به سمت نامعلوم بردند. مقامات بریتانیا گفتند که 7 نفر در رابطه با این حادثه دستگیر شدند. نام حمله‌ور را تا کنون اعلان نکردند.